تولد طرحی جدید از خلاقیت ایرانی. تابستان 2004 تولید اولین نمونه آزمایشی اشتوتگارت. تابستان 2005 یکی از معتبرترین مراکز تست خودروی جهان. طول خط ترمز و پایداری 206 اسپی از استانداردهای اروپایی برتر است. استانداردهای ایمنی در حفظ جان و سرنشین. استانداردهای آسایش مشتری. حداقل انتقال صدای سطوح جاده به داخل اتاق. هزاران کیلومتر پیمایش در اقلیم‌های گوناگون جهت اهداف صادراتی و سرانجام اخذ گواهینامه از اتحادیه اروپا. به سعی و خرد مرکبی ساختیم و از این آزمون معتبر خواستیم. گروه صنعتی ایران خود.